ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 37-ро аз рӯи ин раман бишнавед. چرا وی در بخارا نایستاده برآمده رفته است؟ پرسید به گپ همراه شده حاجی سمیع. من درست خبر ندارم، گفت حسن بیگ، لیکن تخمین می کنم که اینها کیها؟ پرسید انور. عثمان خواجه، علی رضا افندی و دانیار بیگ بیدرک 700 نفر عسکر 4 توپ و پولیمیات های نو را با خود نگرفتند. برای نیست کردن باسمچیان رفتند، میگویند در اینجا، گفت انور. شاید این بهانه باشد، گفت حسن بیگ. به تخمین من انا این مکتوب شخصی جناب عثمان خواجه نیز قوت میدهد. این مکتوب را در راه به من رسانیدند. جناب عثمان خواجه به طرف دوشنبه حرکت دارد. شاید حالا در آنجا باشد. انور از دست حسن بیگ مکتوب را گرفت. مکتوب مختصر بود. عثمان خواجه مهمان عزتمند را تبریک و تهنیت گفته خیلی آرزو کرده است که او را در شهر دوشنبه بیند. با فرمان من، گفته است وی، زمامداران بخارا شما را بی ملال و بی آسیب به این سو گسیل می کنند. در دوشنبه مشورت کرده یک جایه نقشه آینده کار را می سازد. این هم مرا به دوشنبه تکلیف می کند، گفت انور. می ترسند که در خود بخارا شوریش خیزاندن نمی توانند. روزها نزدیک و راه آهن خلل می دهد. این فکرشان جان دارد، گفت حسن بیگ. در اینجا کار بردن حتی به شما هم مشکل می شود. در بخارای شرقی که حرکتی باسمچیگری اوج گرفته ایستاده است، میدانی تاخت و تاز فراخ است. تو هم به من همین مصلحت را می دهی؟ ها سردار. پس قرار دادیم، گفت انور به حاجی سمیع نگاه کرده. خودی پگاه برآمده می رویم. به دوستانمان خبر ده تدارکی کار را بینند. این کار را من به عهده می گیرم، گفت حسن بیگ. در اینجا همه سردارهای میلیتسیا و قوه‌های حربی ملی از ترکان خودمان. من راه و رویش کار را دیده آموخته شدم ماندگی. خودی همین روز با دوستم بارتندی، معاون سردار اداره میلیتسیا، صحبت کرده بیگاهی نقشه را به عرض می رسانم. مایلش، گفت انور و از جا برخاست. امروز هم به ضیافت می رویم. روزی 8 نوامبر، روزی جمعه بود. آن روز قریبی وقتی نماز جمعه به آدمان دخلدار در آن قطار به چیکه و سفارتخانه روسیه و وزارت خارجی خبر دادند که انور پاشا با رفیقانش به شکاری 2 روزه به اطراف تومنهای بخارا برآمده رفت. مردم حیران ماندند، زیرا که دیروز بیگاهی قرار بود که انور در مسجد کلان بخارا با جماعه مسلمانان نماز جمعه می خواند و از چیکه و جاهای دیگر مردم در تشویش بودند که
مبادا وی در نزد خلایق یگان برآمد نکند، نطقی ویران کننده ایراد نکند. اما انور، حاجی سمی، حسن بیک، محی الدین بیک، ضابط نفی اولی روز به اسب‌های بادپا سوار شده از دروازه نمازگاه برآمدند و به سوی راه قرشی روان شدند. معاون سردار میلیتسیای شهر بارتنلی، ضابط خلیل بیک ها باشند، از دروازه قباله سواره برآمده در راه قرشی به دسته انور ملحق شدند و دم نگرفته به سوی قرشی اسب راندند. در خورجین های پربار که در زیر پای اکثریت سواران بود، خوراکی چندین روزه، پول، طلا، تیر و تپانچه ها جا کرده شده بودند. دسته انور به هیچ ممانعت از قرشی هم گذشته به سوی قبادیان روانه گردید. این راه آخرین و راه مرگ وی بود. در لگری اسد مخصوم در سنقلعه بالای کوه کیها زمستان شده بود. در آخرهای ماه نوامبر برف کلان بارید. خسکپه ها، چادرها از وزن برف چوکیدن گرفتند. اکثریت آدمان به زمین کنها جا شدند. خیریت که هیزمی بسیار ذخیره کرده مانده بودند در این هوای خنک به کار آمد. اما خوراکی تمام شده بود. از پایان زاکربای خبر میداد که اسکران سرخ به وی عرصه کار را تنگ کردند. خوراک گنداشتن خیلی مشکل شده ماند و کم و بیش جمع شده اش را به بالا فرستادن از وی هم مشکل تر. اسکرهای اسد تخمین همه آذوقه ذخیره اشان را خورده بودند که حالا چشمی همه به یک چند سر اسبی باقی مانده بود. مخصوم هر روز خودش 10-15 بار از اسبها خبر می گرفت و اعلان کرده بود که هر کس به کشتن یگان اسب جرأت کند از سرش محروم می شود. روزهای اول که کمتر گندم و نان قاق بود مردم صبر می کردند، ولی 2 روز باز کسی چیزی نخورده بود و لاجرم به اسبها هجوم کردن گرسنگان حتمی می گردید. مخصوم این را حس می کرد. وی به خود قرار داد که باز یک باری دیگر به کنار جر آدم فرستد، بلکه خودش همراه برود و اگر از پایان خبری نشود امر می دهد که اسبی نسبتاً پیرتر را کشند و در بین مردم تقسیم کنند. در کنار جری، در آن جایی که همیشه از پایان در سبدهای کلانی مخصوص آذوقه می کشیدند کسی نبود. مخصوم با 5-6 نفر آدمانش آمده با دوربین به پایان نگاه کرد. در پایان برف کمتر بود. قشلاق زنده و سالم و خرم تافت. در کوچه های آن بچه ها دو و تاس کرده می گشتند. در بعضی حوری ها از آشخانه ها دود می برآمد. معلوم که در آنجا نان می پزند یا که برای آشی پلو روغن داغ می کنند. در بالای بام اداره جماعه قشلاق بیرق سرخ پرافشانی می کند. در میدان سری مسجد 5-6 نفر بروی کتی دکانی بقال صحبت کرده می نشستند. بوز و بزغاله ها، گوسفند و گوساله های مردم در نشیبی زیر کوه در آن جایی که برفش خیلی کم مانده بود چرا کرده می گشتند. در گرد و اطراف قشلاق عسکر سرباز نظامی نمی نمود. اسد مخصوم با دوربین نگاه کرده ایستاده باز همان فکری را
که چند بار به خاطرش رسیده بود به یادش آورد. آیا از همین جا به واسطه ریسمانها و سبدها آهسته آهسته عسکرها را فراورده به طرف دوشنبه و حصار راه یافتن ممکن باشد؟ نه، ممکن نه. از اینجا به سوی قرشی و غزار راه هست که پر از خطر می باشند. این یک. ثانیاً اینقدر کس را فراوردن آسان نه. آنها ممکن است پیش گریخته روند یا که عسکرهای سرخ خبردار شده بیایند. نه، این فکری بیجاست. مخصوم دوربین را از چشم گرفت. با فرمانی و یکی از آدمانش به خستوده لب جری آتش داد. دود فواره زده راست به سوی آسمان می برآمد. هوا آرام و آسوده بود. این خس دود علامتی مخصوصی بود که در حالت مشکلی داده می شد و می بایست زاکربای یا آدمانی وی می دیدند و به حال سختی بالانگی ها پی می بردند. مخصوم به سوی حولی زاکربای با دقت سینچه کرده می ایستاد، لیکن از آن سو کسی ننمود. لعنتی خاین، گفت مخصوم، نغزی های من کور کند. خیر، صبر کرده ایست، تو هم به دستم می افتی. به این طرف به زیر جری نگاه کنید، گفت آدمی مخصوم و فریاد برآورد. ها ها ها! آوازت گیر نادان، گفت مخصوم و به طرف نشان داده شده با دوربین نگریست. دید که از بیرون غار 3-4 نفر با سرداری خودی زاکربای خلطه‌های پر از بار را برداشته به زیر دیواری کوه کشانده ایستادند. این اولین بار بود که هم بالایی ها و هم پایانی ها از هیچ چیز ابا نکرده به خوراک کشانی آمده بودند. گرسنه خود را به شمشیر میزند میگویند، راست است. حالا به چشمی مخصوم و آدمانی وی خلطه‌های پر از بار می نمودند و بس، و همه توجه آنها به همان سو بود. به وقتی آنها آن دم در قشلاق و اطراف آن عسکرانی سرخ نبودند و به پایانی ها میسر شد که کار خود را بجا آرند. دیری نگذشت و از پایان ریسمانی قفس را که به تنه خرسنگ ها بسته شده بود جنبانیده معلوم کردند که به بالا کشند. آدمانی مخصوم ریسمان را بالا کشیدند و پس از کمی عرقشار شدن سبدی مقصود به بالا رسید و از درون آن 2 خلطه آرد را گرفته سبد را باز به پایان فرستادند. این دفعه 2 خلطه کلان گوشت و روغن برآمد. در دفعه 3 1 جوال ماش، 1 جوال برنج برآمد و همین طور سبد بالا برآمده پایان فرآمدن گرفت و در هر بار جوال خوراکی از قبیل نان، مویز، قند، چای، 4 مغز، سبزی و پیاز و هاکذا از پایان آمد. نهایت پایاننگی ها دستانشان را فاتحه می خواندگی برین برویشان کردند و آمین گفتند که بار تمام شد، خدا یارتان باد. با فرمانی مخصوم آدم ها رفته از پا را آوردند و خوراکی ها را بار کرده به لشکرگاه بردند. در لشکرگاه خبری رسیدنی آذوقه را شنیده مردم یک توی برپا کردند. با فرمانی مخصوم آشپزها به زیر دیگهای کلان آتش گیرانده شوربا و ماشابه پختند. در سماوار و چای جوشها آب جوشانیده چای و نان و میز خوردند و دیوی بدهیبتی گرسنگی تا 1 درجه از بالای لشکرگاهی مخصوم غایب گشت. در زمین کنی که بجای انباری خوراکواری لشکر بود، خودی مخصوم راست ایستاده فرمانها می داد. امروز میلش، لیکن از پگاه
تاری نفقه را می کشید. به کبولهای شما خیلی بدنفس اگر مانید در یک روز همه ذخیره خوراکی را به دیگها می اندازند. اما شما دوراندیش باشید. بعد برای روزی سخت آرد و برنج و روغن سرشته کرده مانید. آن را فقط با فرمان من تقسیم می کنید. معلوم بود که مخصوم به آیندهش چندان باوری نداشت. نمی دانست که تا تمام شدن این آذوقه از پایان باز آذوقه می رسد یا نه. نمی دانست که روزی از این نوگی کوه پایان فرامدن می رسد یا نه. در این دم از بین کاغذهای چای پاکت یافت شده ماند که آن را زود به مخصوم دادند. مخصوم با هیجان و تشویش مکتوب را گرفته به کیسه‌اش انداخت و به اولین معاونش به اورونبای 500 فرمود که پس از خوراک همه شیر بچه ها را به میدان مشق برآورد که وی نطق کردن می خواهد. در خانه به غیر چشم داشتی او، عایشه و مادرش خرسند بودند و با شادکامی کار کرده در تردد پختن آش پلو بودند. آدمانی مخصوص و محرمهای مخصوم به حولی همه گوشت گوسفند، یک نیمچه کلان، برنج، سبزی و پیاز، چای، قند و میز و نان آورده بودند. مبارک باشد، گفت مخصوم هم با تبسم. با آخر رسیدنی گرسنگی به شما هم تأثیری خوبی کرده است. ها البته، گفت عایشه، هم حسن هم قوه از دهان می درآید. خوراکی نقص خوریم شاید ما خوشروی تر شویم. شما مردها پرزورتر شوید و به جنگ آماده گشته ما را از نوگی کوه به پایان برید. به این شبهه نیست. آفرین، گفت مخصوم و به خانه خودش گذشت. در حقیقت باعث خرسندی عایشه و مادرش در جای دیگر بود که این را ما بعدتر می فهمیم. حالا از اسد مخصوم دور شدن دور نیست، زیرا که وی در خانه خاص خود در آمده پاکت را گشادنی و مکتوبی را که از پایان آمده است خواندنی. این مکتوبی مهم هم برفت کاری مخصوم و هم برفت کاری ما تغییرات باید بیارد. مکتوب از زاکربای بود و می نوشت که اسکرهای سرخ به همه قشلاقهای اطراف به تفتیش می برآمدگی شده اند. آنها می خواهند که منبع آذوقه رسانی ما را کافته یابند. بنابراین خرید و ذخیره آذوقه‌واری خیلی مشکل شده ماند. نظر به گفتگوی مردم، احوال اسکرهای سرخ هم چندان خوب نیست، حتی خیلی بد شده ایستاده است. انور پاشا در دوشنبه لشکری بیکنار جمع کرده ایستاده بوده است. همه قرباشی ها را به زیر بیرقش جمع می کرده است. اگر اسد مخصوم هم کاری کرده از کوه فراید و به انور متحد شود، روزی غلبه نزدیکتر می شود. اسد مکتوب را خوانده به فکر و خیال فرو رفت. چیکار کند؟ در پایان کارهای کلان شده ایستاده است. وی باشد در این مشقپق بند شده مانده است. اگر بچه ها را بردم کرده خودی همین روز زده پایان فرایت چی می شود؟ البته جنگ بی تلفات نمی شود، لیکن قسم اساسی اسکرها را خلاص کرده از حلقه برآمدن ممکن. دیگر راه نیست. اگر توکل کرده ایستادن گیرد، هم شیر بچه ها نابود می شوند، هم از کارهای کلان محروم شده بی نصیب می ماند.
با بچه ها مصلحت کرده دیدن، آنها را به جنگ ترغیب کردن لازم. وی از جا برخاسته بیرون برآمد. در دمی در ارون 500 با محرمهای وی گپ زده می ایستاد. ها 500 گفت مخصوم، چی کردید؟ همه در میدان تیار منتظری شمایند. از زاکربای و از بخارا خط گرفتم، گفت اسد خود را خرسند نشان داده. بیایید این خوشخبر را به همه اعلان کنیم. های های مبارک باشد، گفت 500 و از پسی خواجه‌اش به سوی میدانچه رفت. در میدانچه بالای کوهی قریب 150-200 نفر عسکرهای در خنوکی لرزیده ایستاده به او منتظر بودند. اسد مخصوم با 500 بروی تخت سنگی بلندتری برآمدند. اسد مخصوم با تبسم به صف عسکرانش نگاه کرد و با آوازی بلند گفت: برادرانی قهرمان، برادرانی وفادار و جنگاوری من، مقصد از این جمع آمدی ما دو چیز است. اولش این که به شما یک خبری خوشی عجایبی را که همین روز گرفتم رسانیدن می خواهم. به من از پایان و از بخارا از طرف آدمانی معتبر خبر رسید که ساعت و دقیقه آزادی و غلبه ما نزدیک شده است. به این معنی که سرلشکری قهرمان، داماد خلیفه روم، جناب انور پاشای مشهور که در جنگ‌های جهان نام برآورده بودند، برای نجات و خلاصی مردم ما از طرف دولت‌های بزرگ خارجی فرستاده شدند. انور پاشا فقط در اختیار خودش 200,000 لشکری جرار دارد که با تمام یراق و اسلحه انگلیسی، فرانسوی و گرمانی مسلح شدند. انور پاشا الکی شهر دوشنبه را به دست خود درآورده همه مجتهدان اسلام را به زیر بیرق فتح آورش جمع کرده ایستاده بوده است. با سپارش خود انور پاشا دوستی بخارایی من می نویسد که تا لشکری اسد مخصوم زده رفته به لشکری انور پاشا همراه نشود، آنها از دوشنبه به پیش حرکت نمی کنند. زیرا که این لشکر مقداراً کم هم باشد، از جهت تجربه جنگی بایست و هر یک شیر بچه آن به 10-20 لشکری دشمن برابری کرده می تواند و انور پاشا دسته ما را دسته غازیان غالب نام مانده است. آنها به ما معطل، ظفر و غلبه و مظفریت به ما انتظار است. بنابراین من با شما مصلحت کردنی بودم چی کار کنیم؟ توکل به خدا کرده همه قوه را جمع نموده خود همین روز بناگاه به سری لشکری دشمن خود را میزنیم و راه نجات میکشاییم، یا که باز صبر کرده ایستاده منتظری رسیدن فرصت دیگر میشویم. از بین عسکرها آوازی نبرآمد، لیکن ارون 500 با آوازی دغل خود فریاد کرد: توکل کرده میزنیم. شب یا روز؟ پرسید کدامی. به من باشد نماز عصر را خوانده به هجوم می رویم، گفت مخصوم، زیرا که هجومی این وقت را آنها چشمدار نیستند. شبانه هم بد نی، لیکن دشمن مهیا می ایستد. بعد در تاریکی راه و پیره را یافته رفتن مشکل می شود. آخر مقصد ما جنگ کرده دشمن را تار و مار کردن نیست. مقصد ما راه گشاده به طرف انور پاشا گذشتن است. درست درست، گفتند یک چند کس. اگر درست باشد، گفت مخصوم، حاضر من و ارون 500 همه را یک یک از نظر می گذرانیم. کنی ملتق را چطور نگاه داشتید؟
تیرتان چند تا چی هست چی نیست همه را دیدن خودم لازم. مخصوم با 500 پایان به پیش صفی اسکرها فرآمدند. از فرصت استفاده برده ما به حوری مخصوم به نزد عایشه می رویم. پیش از به حوری رفته در آمدن باعث خرسندی عایشه و مادر او را بیان کنیم. عایشه امروز به غیر چشم داشت خود در وقتی به کنار جری رفتنی مخصوم از کریم مکتوب گرفت. مکتوب را یکی از پاسبانان سرحدی دسته مخصوم که در صفی پیش یگانه راهی برآمد را پاسبانی کرده می ایستاد آورده داد. معلوم می شود که کریم الکی با یک قسم آدمان اسد رابطه بسته آنها را به طرف خود کشیده است. آورنده خط دیروز نوبتداری می کرده است و امروز وقتی که عوض می شود چشم دیگران را خطا کرده به عایشه مکتوب را می رساند. در مکتوب کریم عشق و محبت و صمیمیت خود را به عایشه اظهار کرده از وی التماس نموده است که اولا خودش و مادرش را احتیاط کند، با مخصوم موقتا مراسا سازد، زیرا که فرصتی به هم رسیدن آنها نزدیک آمده است. کریم همه چاره ها را دیده ایستاده است که تا ممکن است بی جنگ و خونریزی اسد مخصوم را تسلیم کناند. اگر هیچ نشود اسد مخصوم را با عسکرانش به پایان فراورده تار و مار می کنند. در آن حال هم باید عایشه خودش و مادرش را احتیاط کند. کریم مصلحت می داد که به هر احتمال عایشه برای خودش و مادرش یگان جای پنهان می شدگی یافته ماند. بعد التماس می کرد که خیلی احتیاط کرده از قصد و نقشه های اسد مخصوم به واسطه دارنده مکتوب او را آگاه کرده ایستد. این مکتوب به عایشه و مادرش جان بخشید، زیرا که آنها چندگاه باز از کریم خط نگرفته خیلی مایوس و ناامید گشته بودند. خنده و تبسم و خرسندی را تمام فراموش کرده بودند. مکتوب کریم معجزه بر این بود. مادر و دختر یک بار به هوش آمدند. به دلشان حرارت حیات گرمی بخشید. در چشمانشان نوری امید درخشید. از این جهنم قلعه روز خلاصی باشد، می گفت مادری عایشه. روز خلاصی هست، می گفت عایشه. کریم به ما بیدرک خط نمی نویسد. وی به خلاصی ما سخت باوری دارد. عایشه با جوانی که مکتوب را آورده بود چنین شرط بستند. در قفای خانه آنها پستی بود که با بته‌های بسیاری از پایان و بالا احاطه و مثل باغ سیر و گشت به عایشه خدمت می‌کرد. در آنجا یک نهال باریکی درختی چنار یکی و تنها رویده بود. عایشه نام آن نهال را کریم مانده بود و اکثر وقت رفته آن را آغوش می‌کرد و به پایش اشک می‌ریخت. انا به زیر همین چناری جوان، به زیر برگان خزان تختچه و در زیر تختچه مکتوب و جواب آن باید گذاشته شوند و هر روز طرفین نامعلومک کرده از همان جا گوهری مقصود را به دست می آورند. این شرط به جوان خیلی معقول شد و گفت که پس از 2 ساعت آمده جواب مکتوب را گرفته می برند. شما گفتار 37 رو از روی رمانی تختی واژگون نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.